سلام رفقا، من محمدم و امروز توی این ویدیو قراره به دومین سال از اون 10 تا سالی که قرار بود با هم دیگه بررسیشون کنیم جواب بدیم. سوال این بود که آیا حتما باید بدن آماده‌ای داشته باشیم که کراسفیت رو شروع کنیم یا نه با هر آمادگی بدنی، با هر سطح از آمادگی بدنی میتونیم کراسفیت رو استارت بزنیم. پس ممنون میشم که اول ویدیو رو لایک کنی، برای دوستاتم بفرستی و آخرش حتما نظرت رو کامنت کنی که خیلی میتونه به من کمک کنه برای تولید محتوای بیشتر. پس بزن بریم. ببین، داخل ورزش کراسفیت اصلا آماده بودن بدن ملاک نیست. یعنی اگه شما حتی یک روز هم ورزش نکرده باشی میتونی تمرینات کراسفیت رو شروع کنی و انجام بدی. چرا؟ چون قابل تنظیمه و اصطلاحاً مقیاس پذیره. حالا این مقیاس پذیر بودن رو با یه مثال براتون توضیح میدم که بیشتر براتون جا بیفته. مثلا اگه یک ورزشکار حرفه‌ای داره یک حرکت اسکوات خیلی سنگین میزنه، شما هم میتونید اون حرکت رو انجام بدید ولی با سطح خودتون، با وزنه سبکتر. مثلا اون حرکت رو میتونید با توپ مدیسن بال انجام بدید یا حتی با وزن بدن خودتون، یعنی اسکوات خالی انجام بدید. بحث اینه که فشار روی اون عضلات هست ولی با سطح و شدت مناسب خودتون. پس لازم نیست برای شروع کراسفیت ترسی داشته باشید. اینم بگم که یک ویژگی خیلی خوب که کراسفیت داره اینه که مثل خیلی از رشته ها مربی داخل اون تایم، داخل اون سانس تمرینی دائما بالای سر شماست و شما رو چک میکنه، حرکات شما رو در نظر داره و اون تمرینات رو بر اساس سطح شما تنظیم میکنه و همون بحث مقیاس پذیر بودنه. اینا باعث میشه که اولا جلوی آسیب دیدگی شما رو بگیره و در وهله بعدی باعث میشه که شما خیلی سریعتر پیشرفت کنید نسبت به بقیه. پس تنها چیزهایی که برای ورزش کراسفیت ما نیاز داریم نظم و اراده است. بقیه چیزها طبق روال خودش انجام میشه، بهتون قول میدم. بریم سراغ سوال سوم که توی ویدیو بعدی قرار بررسیش کنیم. سوال اینه که آیا ورزش کراسفیت میتونه برای خانم ها و دختران مناسب باشه؟ اینکه بدنشون رو زمخت و مردونه و عضلانی نمیکنه. به این سوال قراره توی ویدیو بعدی به صورت تخصصی بپردازیم. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. لایک یادتون نره، سابسکرایب هم حتما انجام بدید که از سوالای بعدی جا نمونید. خیلی مخلصیم. ارادت.